مرد که داخل خاندان که شد، زن همه کارش ترک کرده، اولا به پیشواز شوهرش بیاید. چنانچه حضرت فاطمه زهرا دختر رسول الله عبرت برای همه زنهای دنیا تا قیامت هست که علی رضی الله تعالی عنه داخل خاندان که میشد همه کارش ترک میکرد، اولا دستاش میشوش، آمده علی را به آغوش خود میگرفت، به سینه های خود میجقی داشت، میگفت جان من فدای اتباع. تربیه دختر پیغمبر رو ببین، همه کارش ترک میکرد. امروز نشستگی باشه پیش شوهرش حتی نمیخیزد، پروا هم نداره، گویا که یک غلام از در درآمد، یک خدمتگار. بدو آرد نیست، روغن نیست، چقام بدو بوی تسس نیست. زنهای صحابه چی؟ زنهای صحابه شوهراشون وقتی که گسل میکردن